تعریف چادرت هم میکنه، تعریف اخلاقت هم میکنه، تعریف گپ زدنت هم میکنه، تعریف مسلمان بودنت هم میکنه. خوارک میگه. قسم برات میخورم لا اله الا الله که یک نفر از بسیار از نزدیک ما میشناسمش، نامش نمیگیرم، گفت من کدی یک دختر از زمین صفات مجازی آشنا شدم، گفت ایده پیشوری مردا خوارک میگفتم. گوش که بسیار جا گفت در گروپی که دختر می بود مثلا 5 تا یا 10 تا مرد که از این قسم داشت، گفت من داخل میشدم گفتم خارجان قطع کلایفته، این کارت خوب نیست که از جا گپ میزنی. گفت من یک اجنده یک پلان داشتم، من که من وقتی را خوار میگفتم دیگه مردا بالای من انتقاد کرده نمیتونست، از این گلون من نمیگرفت. گفت این دخترم از بین مردا کشیدم خوارک، گفتم دیگه روز برش گفتم که من خوارکی که میگم به خاطر از این میگم که دیگه مردا بالای من شک نکنه، من تو را دوست دارم. اون گپ شد میگه تا که نگویی خارک نمیشه خارک. درست بوده. یعنی برای من سوالی جا پیدا شد که آجی صاحب چطور وجدان تو اجازه داد که یک دختر خواهر بگی و بعدا باز برش بگی که نه من تو را به نظر خواهر نمیبینم، من تو را به یک نظر دیگه میبینم، میخوام امرای دوست شوم و اگر امکانش هم باشه یعنی نزدیک شویم هم بستر شویم. این حال اینی گپ ملک هارون میگه اکثریت مردم این چیزا رو در صفحات مجازی نمیگه که هر قدر دختر خوب باشی، هر قدر بالای خود اداره داشته باشی، اگر بخش کامنتت باز بود و یک دفعه اشتباهاً کامنت یک نفر جواب دادی، فکر کن که دیگه تو رفتی خلاص شدی. حتی در دنیای غرب آجی صاحب من میگم، یعنی ما دمی خارج که کلان شدیم بدون از تیک تاک افغانی ما خارجی ها رو میبینم، یعنی یوتیوب سعی میکنم بسیار موضوعاتی که در اونجا مطرح میشه، میگه دختره که بای فرند داره یا شوهر داره اگر عکس خود در اینستاگرام و در هر جای پست میکنه این کدام مشکل نیست، اما اگر مجرده که تو با یک کامنت یک مرد تو ریپلای کردی تو بفهم که دیگه گپ خراب شد. یک قصه کوتاه کنم برای من خو ازم 2018 دم تیک تاک هستم، 2021 فکر میکنم بود، یک خانم بود مدراتورم بود، همیشه دم لایو بود، ما همیشه نصیحت میکردم میگفتم فریب از یورا نخورین. همین مدراتور ما یک قصه 3 دفعه در اینجا کردیم، ایره باز میکنم که همین گوشایشان باز شد. همین خانم گم شد، همین آلمان بود، همین 1 2 ماه 3 ماه از همین لایو ما را عید نامد همین مدراتوری. یک چند وقت بعد همین اینستاگرام نشته کرد که میتونم امروز گپ بزنم، گفتم باشه یک اکتینگش هم بکنم دیگه. زنگ زد گفت آجی جان بسیار میبخشی، گفت الان گناهکارتان میشم. گفتم چی گپ شد؟ والا یک گناه کردیم به قرآن سرم خفه نمیشی؟ گفتم نه نمیشم. حالا بگو چی گپ از خیرتیست؟ نه به خدا اشتباه کردم این گپ های تا گوش نگرفتم در بلا رفتم. حالا گفتم خود چی کردی؟ خب بگو. این در لایفت هم اینجا یک دانه بچه بروتیک شخ بروتا داشت به من نشته کرد، این تو خب میفهمی که من چه هستم دیگه، ضرورت دارم دیگه، شیم 1 سال میشه رفته. حالا گفتم تو 1 سالم پوره نکردی وقت چسبه که چسبوندی، حالا خود چطور کنم؟ من از دل پاک کردم ما چیزم خفه نشی. گفتم خود قصه کو چی گرد؟ این شماره من دادم او هم داد در واتساپ به من زنگ زد، عکسای من گرفت، مرا گفت خیلی لچک خودت که من تره ببینیم جانت. گفتم مال تو لچ کردی؟ به خدا حاجی جان قار نشی از دل پاک کردم. خب گفتم مال تو کردی؟ به خدا. اینا چی کردی؟ اینا گفت عکس کنی تا بگی به من. گفتم تو کردی؟ من کردم باز به من خوش نشد، گفت که عکس که میگیری تو طرف کامرا سه کرویتم بیایه. گفتم تو دی کردی؟ آره کردم، مال یک چند وقت میشه که گپش نمیگیرم، من مختار میده که این عکسای تا تیت میکنم. حالا حیران موندیم به قرآن من این فامیلای ما تو پیسه میشم عکسایم برای تو کدام ایدی نداری که مرا کمک کنی؟ من گفتم معلومه که سارانوال هستم من چیستم. خب برو پیش پلیس، برو نمره شبته میگفتی پیش لمر برو. حالا برو پیش پلیس برو. بازی رفت پیش پلیس، باز یک چند وقت بعد آمد گفت من این محکمه ما همراه زیر کش کردیم در محکمه ببینم. این سال 2021 یا 22 بوده. من اینمی خانما را میگم بلیاز خدا اینمی کارا را نکنین که اینطور کارا میکنن. زیاد کسایی از کل مردا را نمیگم بی‌ناموسان دمی قاطا هستن که وقتی در مقصد خود نمیرسن این تو عکسایتون تیت میکنن که خانما را خراب میسازه.
ملک صاحب راستی که باید بگویم امی خانما که خراب میشه از دست این 4 تا دوساست. ما چند روز است که پیام روان میکنن که یک برنامه است که همسریابی است و کوشش میکنه که دخترها و بچه‌ها رو برشان نفر پیدا کنه و همچنان یک چند نفر دیگه هم است که اکانت های مختلف داره، مانند از اون بچه که نوید است، آجی نوید که مویاش دراز است و بعضی کسای دیگه است. آجی صاحب من اینجا درست است، همراه خودم نظر هستم، اما امی لایفایی که برگزار میشه یا بچه‌ها یا مردایی که مجرد است که سیگرت در لبش است و مویاش، از قوارش فهمیده میشه که یک آدم زنکباز و بی‌ناموس است. شما برید می لایفای ببینید که از لایفای ما شما که در اوج خانم‌ها زیاد است. به خدای رو خلاص میگی. اینجا یک دونه ببخشید گفتم گرفتم، همین خانم‌ها که از گروپ جور کردن به خود 10 تا 15 تا خانم است، باز همین لایفایی که دو چتیات است که این لینگ میتو کنم این سرم ده چیز بویتی تو باز یک دیگه خود شیر میکنه، الا بیا که دو است گوش کنیم، به خدا قسم این اسکرین شات دارم اینا برات روان میکنم، 10 15 تا خانم کلش میردن دو زدن، اینا میشه یک عکس جینا رو بالا میکنین اینا 2000 نفر شده. بله این چیز اینمی برنامه‌ای که به نام همسریابی است یا بچه‌ای که میگم ما یک چند دقیقه اومدیم اینجا فقط خوشگذرانی میکنیم، امی کسایی که انگشترای فیروزه و این آنا بند میکنه و سیگرت بزن و کلا ببن، برای من سوال پیدا میشه که این آدم خب ما که میبینم یک مرد است و میفهم که یک آدم بی‌ناموس است، یک آدم لچک است، اینجا بدون از عیاشی و پدرناردی دیگه کدام کار نداره، به خاطر زمین آمده. باز میبینی که در امو بخش میمانش 4 تا زن هر کدامش به نوبت صحبت کو، کدازو خندق و مذاق کو. این حالا من میگم اگر در حق یک دختر خوب، یک دختر با عزت با شرف یک کار شوه، ما هم میم در پولیس استاد میشم میگم در حق از ظلم شده. آلینمی زنایی که از شوهرای خود خبر ندارن، از اولادای خود خبر ندارن و در این لایفایی که میرن از شرمگاه خدا و از چتیات و از این هم لذت میبره، ما چرا از یاد دفاع کنم؟ اگر او در لایف همسریابی میره از ما سوال کرد، از ما پرسان کرده که ملک صاحب مدام اینجا برم با ما درست است یا نیست، در لایف از آدمای بی‌ناموس و دلک میره از ما پرسان میکنه خویا آجی صاحب خود از یا خوش دارن که چتیات بگوین و خنده کنن و مذاق کنن، از شرمگاه خود صحبت کنن، از سکس خود صحبت کنن، از سر تخت خود صحبت کنن. پس آن وقتی که یاد نمو گپ در خنده شکار یک نفر میشه، دیگر از بازی در هدف خود نمیرسه. اینجا یک موضوع دیگه است، یکی شکار میشه مشکل نیست، وقتی که در هدف خود نرسید باز پیش خودت و پیش ما میگه که ملک صاحب در حق ما ظلم شده. باز ما سوال میکنم که بگو چه قسم ظلم شده؟ میگم من در لایف فلانی رفتم که فلانی نفر با تماس شدم، باز گپ زدیم، گفتی خود باز عکس روان کردم. میگم آیا خودت کس مجبور ساخته بود که تو عکس روان کنی؟ میگم نه. اینا حالا من همیشه که در این مورد صحبت میکنم میگم انتخاب شخصی انسان است. اگر تو میخوای که یک نفر خوب پیدا کنی و متوجه میشی که آدم با احساسات تو بازی میکنه، آجی صاحب بلاکش کن. اما یا خوی کار نمیکنن، گفتی خودت عکس شرمگاه خود روان میکنه. ما باز طرف گذشته میرم، از برای خدا در گذشته یک زن چادرش پایین بالا می بود دنیا قیامت میشد. امروز فیلمای سکسشان مبرای بر از یا فرق نمیکنه. ما به خاطر کی بجنگم، به خاطر کی خود در مشکلات گرفتار کنم، به خاطر بیادبی موفق 4 تا فاحشه که خودش رفته به خاطر خواهشات نفسانی خود در لایفا چکر زده و باز میگه مردا کس مردا خراب است. ما کجا یارد جمع مرد حساب میکنیم؟ مرد خود تعریفش است که تو خود قربان کنی به خاطر عزت مردمت، به خاطر کشورت، به خاطر بیرقت، به خاطر دفاع از ننگ و ناموست. یا خود سر ننگ و ناموس خود تجارت میکنن، یا خود سر زن و دختر افغان لایک و فالوور خود بالا میبره، ای خود سر زن افغان مردگاوی میکنه. الپاچینو رو سعی کن نفر دختر برای مردکه پیش میکنه، برای گفتر خود رسما مردگاوی است. امروز یعنی یک 4 تا مردگا و یک جای میشه، از یک زن روسپی پیسه میگیره، عکس فامیلای مردم بالا میکنه، توهین تحقیر میکنه. خب این چیز کلش بزنس از کلش تجارت از کلش مردگاوی است. ما کدام از یارا میتونم که در جمع مرد حساب کنم؟ اینا خود تعریف مرد نمیفهمم. مرد خوز که از قوله کف دست خود یک لقمه پیدا کنه، نه که سر زن مردم تجارت کنه، نه که سر اولاد مردم تجارت کنه. همین مرد گفته میشه؟ یا خود تعریف مرد تا امروز نفهمیدن که مرد چی است؟ گیم یا میزنن، گدایی میکنن، سر زن افغان یا تجارت میکنن، سر بیرق یا تجارت میکنن، سر دین یا تجارت میکنن، هزار رقم بی‌ناموسی و پدرناردی میکنن، باز در آخر میگن ما مرد هستیم.
با گفته خودت اینا وجدان ندارن. اگر یا وجدان میداشت از داخل برش یک پیام میامد که او بدر تو چی میکنی؟ تو خدا میشناسی که تو کی هستی؟ تو یک انسان هستی، خداوند تو را آفریده به خاطر یک هدف آفریده. تو به خود احترام داشته باش، به دیگران احترام داشته باش. اگر یک کار میکنی کاری که خیرت به مردم برسه. امروز شما ببین کمی دور شدی از دین، به این معنی نیست که تو شب و روز خدا در سجده پردی و قرآن بخونی. نه، اسلام به این معنی آجی صاحب که تسلیم به خداوند، یعنی صلایت اندازی میگه من تسلیم هستم. او که تو نماز میخونی و نمیخونی بخی یک موضوع علیده است. اینی تسلیمی. همچنان باعث یک مرد باعث یک زن، اگر تو به خودت به فرهنگ تسلیم باشی هیچ وقت پدرنالتی رو نمیکنی. اما مردم ما نیست، نه اینا به فرهنگ خود تسلیم هستن، نه به دین خود تسلیم هستن، نه به خدای خود تسلیم هستن، نه به وجدان خود تسلیم هستن. به هر چیز یا تسلیم هستن. خواهشات نفسانیشان، اگر او لباس باشه، رقص بازی باشه، شراب باشه، همبستری باشه و ساعتری باشه. شما در لایف ها از صبح تا شام ببینید که چی حال است. کجاست همون شمشیر عمر کجاست که وقت رسید آخر زمان شده که شمشیر داده ست باشه و سر بزنی آجی صاحب. چی مزه میده. اما کجاست گوش شنوا؟ گفتی خودت نمیالم اینجا برای ما چک چک میکنه چه خوب گپ میزنی. این لایف قطع شد، یک تعدادشان اصلا یادش نیست که ما چی گفتیم. باز دم یک لایف دیگه میره، از این لایف دو لایف، از اون لایف دو لایف، به خاطر از اینکه ساعت ما تیر شوه و وقت ما خوب باشه. یه خانم از نامش نمیگیرم در لایف خود همیشه هر دفعه که لایف میگیریم میاد دیگه بالاگه گپکای خودم تو نرمک میزنه. باز ما اونمور در لایف لوچکا دیدم. 4 تا لوچک باز میاد اونجا قصر میکنه ها ها او یا از یک طرف میبرن از یک طرف میدوزن. بالا یورک ما دیدم کلش یا یک دوریت به خدا هیچ کدام از درست نیستن. شما پیشتر درباره تنهایی صحبت کردین آجی صاحب. من چند لحظه من آمدم در شروع برنامه دیدم که از زن گرفتن که تنها بودن بسیار خوب است. چرا؟ من میشه در این موضوعات صحبت میکنم رامین جان همچنان که آرامش یک مرد از همه چیز که در برش مهم است. از یک مرد، نه از یک نامرد، از یک مرد. ببین وقتی که ما زن میگیریم یا تصمیم زیره میگیریم که ازدواج کنیم، به خاطر چی؟ اکثریت مردم در افغانستان نمیفهمه، فقط می یک فکر هستن که بچه‌م پشت لب سیاه کرد ایره زن بدیم که از موضوعات جنسی خلاص شود. یعنی زن گرفتن در بین مردم افغانستان فقط موضوعات جنسی است، اولاد پیدا کردن از دیگه کدام گپ نیست. اما این یک مقصد بسیار خاص داره که اکثریت مردم نمیفهمه. ما مردا در بیرون با هزار مشکلات سردوچار هستیم. کار میکنیم، زحمت میکشیم، از صبح تا شام خانه میسازیم، موتر میخریم، اگه پاسپورت میگیریم. اینمی بیادر ما سه کلمه اینجا موضوع چاپلوسی نیست. این میرامین میبینیم که همیشه در دکان خود از درست است. به خاطر کی کار میکنه؟ به خاطر خود، به خاطر آینده خود، به خاطر فامیل خود. یعنی یک مرد زندگی خود، خواهشات، آرزوهای خود قربان میکنه به خاطر فامیل و به خاطر خانه خود. یعنی در اون خانه خود فامیل میباشه، زن میباشه. اینا وقتی که مرد خانه می آرامگاه یا جایی که محفوظ میباشه برای یک مرد که از تمام تنشن یا پرابلم یا مشکلات زندگی خود دور احساس میکنه، داخل خانهش است. اینا وقتی که خانه آمدی که یک گلبتای برای چشته باشه که تو چرا ناوقت آمدی و که چرا تو کدی، یعنی شکایت شروع شوه، جنگ قالمقال شروع شوه، میگه گپ بیرون در داخل خانه حل میشه. گپ خانه رو در کجا حل کنی؟ مشکل خانه رو که کی حل کنی؟ از این خاطر است که امروز یک تعداد از مردا دست خود ششتن میگه ما دیگه نمیخوایم زن کنیم. چرا؟ به خاطر که زن برای ما دردسر است. یک دردسر در بیرون یک دردسر در داخل خانه. کجا بریم ما؟ درست است؟ آرزویات، خواهشات، آرزوات تمامش برآورده میکنی. هنوزم او زن خوش نیست، اما تمام زنای رقم نیست حاجی صاحب. یک تعداد از زناست که واقعا درک میکنه جایگاه شوهر برش بسیار خاص است و معلوم است که ممنوع شوهر خودش تو برخورد کنم. این از خانواده شروع میشه. ببین طرف پدر مادر
در داخل خانه وقتی که طفل کلان میشه اونو سعی میکنه که مادرم کرده پدرم چه رقم برخورد میکنه و پدرم کرده مادرم چه رقم برخورد میکنه. اما یک قصه که خودت کردی، گفتی که کدام زنی بود که شوهر خود الا کرده بود، در داخل خانه طفلکش خواب بوده، 2 تا مرد آورده بود در حالت زنا. وقتی که طفلکش از خواب بیدار میشه شوک دیده بود. این حالا سبا روزی بچه‌ای که کلان میشه، آیا شما فکر میکنین که او وقتی که درک میکنه که در داخل خانهش چی بود، او میتونه که زن بگیره؟ نمیتونه. نه، به خاطر که در اینجا برش ثبت شده. این حال اگر یک پدر مادر درست باشه، اولاد خود درست کلان کنه، مثل فرهاد دریا بی‌ناموس وارد در پیش روی اولاد خود زن خود ماش نکنه، در پیش روی مردم زن خود در بغل خود نگیره، احترام و نزاکت وجود داشته باشه، و دختر یا بچه‌ای که در خانه کلان میشه و کاملا متفاوت از دیگرها کلان میشه، او میفهمه که رول مادرش در خانه چی بود، رول پدرش چی بود و ارتباط از یا در بین یکی دیگه چه قسم بود، که تعداد بسیار کم است. یعنی زنای خوب وجود داره، دخترای خوب وجود داره، شما ناامید نشین، اما فیصدیش کم است. پیدا کردنش مثل ازی است که لاترید برای خانم که احساس نداشت دیگه، خوش شکرگزار باشه، چی مرد باشه چی زن. به خانمی که یک لاکت گردنه که بیاری 10,000 باشه، در او که خوش نشد، فکر در بگی خوش نبوده، 10,000 هم خوش نمیشه. یک چیز از حاجی صاحب اگر متوجه شده باشیم، در گذشته وقتی که یک نفر ازدواج میکرد، اگر یک زن بود یا یک مرد یا یک دختر یک بچه، میفهمید که اینمی نفر پشت من خواستگار آمده، اینمی که گرفتم، اینمی شوهرم شد و اینمی زنم شد، دیگه داستان بسته شد. اما تو بود یا نبود؟ آل کس یک آپشن باز است. ما چه میرم متوجه شدین یا نه؟ یک زن که ازدواج میکنه، یک آپشن، یک بخش برش باز است که میگه اگر تو که من خوش نباشی 100 نفر دیگه خریدارم است. متوجه سی؟ در سابق یک زنی گپ گفته نمیتونست که شوهر جان اگر تو بدل من نکنی، خواهشات و آرزوهای من برآورده نکنی، 10 نفر دیگه هم منتظر است. این گپ کس نمیگفت. امروز که میگی که مثلا یک لاکت بری یا توفه اصلا به قیمت ربط نداره، به احساس مرد یا زن ربط داره. وقتی که تو نفر برات ارزش داره، میری فرض مثال یک چیز دروپگی میخری، قیمت نباید است که در اوج مطرح باشه. اون اموری که خودت رفتی، وقتت مصرف کردی، درباره از اون نفر فکر کردی، اینی بسیار مهم است. یعنی اون نفر بر تو مهم است، ارزش داره، برش یک چیز توفه میگیری. اما امروز این زنا میفهمد و ما زنایی رو میبینیم در سوشال میدیا وقتی که نا طلاق میگیره یا در حالت طلاق گرفتن است، شوهر خودم میگه تو چی هستی؟ یعنی مال 100 نفر دیگه خریدارم است. اما این نمیگه که نفر وقتی که میگم ما 100 نفر خریدار دارم، چون زنا اکثریتشون از عقل و منطق دور هستن، چون احساساتی برخورد میکنن، اینا نمیفهمن که 100 نفر که در لاین منتظرم از به خاطر ازدواج نیست، اینا به خاطر استفاده جنسی است. یعنی تو شوهرت کم میزنی، در مقابل شوهرت به احترامی میکنی، یگان تو میکرد لغت دانش میزنی که تو چی هستی، از تو که کاکا منتظرم است. او کاکا کس فقط منتظر ازی است که تو یک دفعه استفاده کنه. او کاکا قدر غیرتی نمیشه که دست تو را بگیره، تو را نکاح کنه، سر تو چادر پرته و تو را در داخل خانه خود ببره و باعث یک زن خود تو را عزت و آبرو بده. او کار کس نمیکنه، فقط منتظر ازی است که چه وقت از تو استفاده کنه، از احمد به محمود، از محمود به این میره قم تو را پاس کرده بره. ملک صاحب بخی قسم نارام شدیم. چطور آخر چی قاد کردی؟ اما تو میوانی یا بخیر خود پلاو تا خوردیم؟ ایلان ماسک از مردم کمک میکنه. حال یک ربات کشیده. تو ربات میگیری چطور؟ ولی صاحب یک 20,000 دلار مصرف کن. چی میگه؟ یک 70-80 هزار فالوور خودت داری، یک لک چقدر فالوور ما دارم، یک GoFundMe.com جور میکنی. وقتی که برای دیگه موتر خریده میشه، رنگ روغن خانهش میشه، از ما خودت خود مسئله زندگی صبح. یعنی پلان نداری؟ پلان دارم، چرا پلان ندارم؟ اما اون قسمی که خودت میگه این شرایط کسی باشه که حاجی صاحب امرای ما شو خودت تیر کرده بتونه. ما یک آدم چی بگم، یک آدم آسان نیستم، یک آدم هستم که خودم خودت درک کردم میشناسم، یک آدم مشکل پسند هستم. یعنی چیزی که من میخوایم باید از به نظر من
اونم رقم زندگی پیش بره. این زنای افغان ما باشن توهین نمیکنم، یعنی میگم زنای امروزی رو که میبینم اینا بخی یک استایل دیگه هستن. ما درست است که اینقدر سنم بزرگ نیست اما کلمه کس مثل آدمای سابق وارث. میفهمی چی میگم؟ مثل آدمای 30 سال 40 سال پیش وارث. اینا شاید یک تعداد از خانم‌ها بگه او یک از کونه فکر است، زن ستیز است، طالبانیست. نه او گپ نیست. یعنی من یک چی دارم میگم که مرد رول اول، زن رول دوم. مرد تصمیم و فیصله زندگی را میگیره، زن که از خانه را میسازه، میتونه که مشترکه کار کنه، اما او زن کسی باشه که عزت آبروی مرد نگاه کنه، با گفت شوهر خود باشه، برش احترام داشته باشه و از همه چیز که مهمتر آرامش فکری. او زنه که مثلا ما داخل خانه خود میم مرا دردسر نته، مرا نگه کی چطور شد او چطور شد به خاطر دراما که من نارام شوم. یعنی من تنها زندگی میکنم. ماجی صاحب به خدا اینه خوام فضل خدا بسیار خوب است، زندگیم خوب است، مشکلات ندارم. خودم آشپزی خودم میکنم مثل که چی کیف میکنم تنها. خودم آشپزی خودم میکنم، آشپزی رو بلد هستم. یعنی در گذشته بود که اگه تو میگفت موضوعات صفایی خانه چطور میشه و کلاشی، آل کلش ماشین پیش میبره. درست است؟ تو چیزی نیست داری مالک صاحب؟ بله آشپزی رو میاد داری؟ بله چرا نه، ما خود خارج کلان شدیم سالهای اول، یعنی بدون از فامیل تیر کردیم، مجبور بودم که یاد میگرفتم. امروز چی پخته کردی؟ امروز اسپاگتی که میگن آش، او را امرای بال مرغ، در انگلیسی ما شما میگن وینگز، تیار فروخته میشه. یعنی امرای ساس یا جور کردگی بسیار مزه‌دار، دور از دلتان. او را در داش جور کردم و اسپاگتی بگم یا بگم آش بسیار آسان است، آدم جور میکنه ساسشم، یعنی بسیار مزه‌دار. گپ از این است که نان پخته کردن کدام کار سخت نیست. باز اگر پول داشته باشی میتونی که از رستوران هم بخوای، یک زنگ میزنی پشت خانه‌ت میره. اگر عروسی کنی بخیر بازده خانه دیگ کاسه میگم دفعه میکنی؟ خانم کمک میکنی؟ کدام روز اگر دلم شود چرا نه؟ کدام روز؟ در روز کمک نمیشه دست پیشی کنی که خانم؟ نه ما یک دفعه امو جنگ هم که شروع شده بود امرای روزه اگر یادتان باشه میگفتم کمک تا مسئولیت دو چیز مختلف است. هر مرد میتونه که امرای زن خود، امرای خواهر خود، مادر خود، اعضای فامیل خود دست پیشی کنه، کمک کنه در حالت که اونا با کمک نیاز داشته باشه. یک روز مریض می باشه یا مثلا در خانه نمی باشه یا یک کار پیش میشه، به این معنی نیست که اگر تو در آشپزخانه داخل شوی از مرد به زن تبدیل میشی. تو کدام چیز وجود نداره. دگم کمکی دست پیشی. اما این که تو هر روز استاد شوی و آشپزی کنی و مسئولیت یا مثلا زوزن چوگک وره در گردنت مفلر پرتی خودت پیش شوی و زن بگی تو برو در پشت سر یا برو آرام بشی، نه ما رقم آدم نیستم.